من در مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در شهر نو شهر کابل ناحیه دام. دین روز آنلاین ثبت نام کردم و امروز از طریق خود سیستم ساعت 8:30 بجه برای ما وقت دادن. از 8:30 بجه تا حال اینجا هستیم به خاطر طی مراحل مدارک و اسناد. تذکره الکترونیکی مزایاش همین است که در مسائل اداری کار به سرعت پیش میره. تذکره حال قرن 21 است. اگر با دنیا مقایسه کنیم بسیار ضروری و لازم است که هر شهروند تذکره الکترونیکی داشته باشد. در مرکز شهرنو پشت تذکره الکترونیکی آمدم. قبلا ثبت نام کرده بودم و امروز آمدیم به خاطر دریافت تذکره الکترونیکی که امروز خوشبختانه بعد است. تذکره الکترونیکی یک خوبیش است که خراب نمیشه و کاغذی بود که وقت زیاد چیده میشد، فرسوده یا میشد. امروز و الکترونیکی که از میدان نمیشه بسیار خوبی دیگه. با عنوان یک شهروند از این وطن مردم بگویم این خیلی تفاوت داره. در این عرصه میتونیم در تذکره کاغذی جعل صورت بگیره، در تذکره چی که هستن الکترونیکی جعل چیز صورت نمیگیره. خود ما هم سیفتی میباشیم و برای دیگرها هم جنجال جور نمیشه. پیام ما برای از شهروندای ما است که بیان در این پروسه هم بگیرن و تذکره خود را بگیرن. چون فعلا این تکنولوژی که از روز به روز به پیشرفت است و تذکره کاغذی آهسته آهسته فاقد اسناد چی میشن، خراب میشن، دیگه از بین میرن. با این برتاب بگویم که مکمل دنیا پیشرفت کرده و باید اینا تذکره الکترونیکی بگیرن که همه کارشون با جهان با یک سیستم پیشرفت بکنن.